سلام و درود بچه‌ها، حالتون امیدوارم که خوب باشه. به پارت دوم از آشنایی با محیط پایچارم خوش اومدید. توی این ویدیو برمیگردیم به ادامه کارهای خودمون که با محیط پایچارم بیشتر آشنا بشیم. خب بچه‌ها، ما می‌خوایم ببینیم که چجوری میتونیم پلاگین نصب کنیم. توی پایچارم هم مثل خیلی از آیدی ها و کد ادیتورهایی که داریم میتونیم یک سری پلاگین های اضافه تری نصب کنیم که محیط کدزنی ما رو جذاب‌تر کنن. حالا از هر قسمتی که خودتون راحت ترین برین توی تنظیمات و ستینگ، از اینجا میتونید برید، گفتم از اینجا هم میتونید برید. به هر حال اینجا یه گزینه داره پلاگینز. خب اینجا یک سری پلاگین هایی میتونیم سرچ کنیم و نصب کنیم که حالا مثلا یه سریاشو خودش الان اینجا داره برای من نشون میده. من هر کدوم رو که دوست دارم میتونم نصب کنم. مثلا از پلاگین هایی که من معمولا استفاده میکنم یکیش همین کی پروموتره. مثلا این رو اینستال میکنم. برای چیه؟ برای اینکه کلید میانبرهای کارهایی که من میکنم رو اینجا میاره. مثلا اگر یادتون رفت یه کاری میکنید کلید میانبرش چیه، این باعث میشه که براتون بیاره. خب من این رو مجبورم که در واقع ریستارت کنم و دوباره از اول بالا بیاد که اون پلاگین برای من کار کنه. خودش باز میکنه، یعنی عملا من کار خاصی نیاز نیست که انجام بدم، این برای من باز میشه محیطش. خب بچه ببینید، مثلا من اینجا میخوام یه کاری انجام بدم، مثلا کپی رو بزنم. خب میام روش راست کلیک میکنم، میزنم کپی. اینجا برای من اون کلید میانبرش رو داره نشون میده، کنترل سی. اوکی، پس این برای این بود. حالا شما میتونید هر پلاگین دیگه‌ای که خودتون دوست دارین بیاین از اینجا نصب کنین. مثلا یه دونه رینباو داریم که برای رنگین کمونی کردن کدامونه، براکتامونه، که مثلا رنگی میکنه. وقتی شما چند تا براکت تو در تو دارین کاملا از هم تفکیک بشن. خب بذارید ببینم اینجا اگر نیست سرچش کنیم. من یه ذره توی سیستمم وقتی سرچ میکنم هنگ میکنه، جدیدم مشکلش رو نمیدونم هنوز برای چیه. و خب اینجا هستش. من این رو اینستال میکنم. شما میتونید اینجا سرچ کنید، از این گزینه‌ای که در واقع وجود داره سرچ کنید و براتون بیاره. خب نصبش کنیم. خب اینم نصب شد. دوباره باید برای اینکه کار کنه ریستارت کنم آیدی خودم رو. من این رو هم دوباره ریستارت میکنم که بیاد بالا. خب ببینید، مثلا این پلاگین جدیدی که نصب کردم برای چیه؟ برای اینه که به فرض مثال من اینجا یه حالا چند تا براکت میخوام بنویسم. ببینید داخل هم دیگه مینویسم. اینها رو رنگی میکنه، قشنگ مشخصه که مثلا این براکت کجا بسته شده. این هم یکی دیگه از مثلا پلاگین هایی هست که خیلی به درد میخوره. کلی پلاگین داره، با یه سرچ کردن توی اینترنت میتونید اکثرش رو پیدا کنید. اون پرکاربردترین هاش رو معمولا خودش اینجا میاره. مثلا یه دونه برای استرینگ هستش که این خیلی کاربردیه. مثلا شما یه متنی نوشتی، خیلی راحت تبدیل میکنی اون رو به در واقع مثلا چه بگم، اون حالت‌های تایپ مختلفی که داری. نمیدونم اینجا ببینید هستش کامل کیس، اسنیک کیس، بعد اینجا نشون میده چه جوریه دیگه. اسنیک کیس آندرلاین مثلا میذاره، کامل کیس کلمه دوم رو با حرف بزرگ مثلا میاد مینویسه. از این میتونید استفاده کنید. بعد پلاگین های جذاب دیگه ای هم داره، میتونید هر کدوم رو که دوست دارید یه اینستال بزنید براتون بیاره. خب به هر حال شما بچه‌ها میتونید از اینجا پلاگین های مختلفی رو نصب کنید، حالا سرچ کنید هر پلاگینی که ببینید موجوده توی اینترنت رو استفاده کنید. اینا مربوط میشه به پلاگین ها. حالا شاید شما بخواید تمش رو عوض کنید، توی همین ستینگی که بزنید و بیاین اینجا توی بخش ادیتور رو انتخاب میکنیم و کالر اسکیم رو انتخاب میکنید. اینجا توی کالر اسکیم کجا رفتیم بچه‌ها؟ خب یه بار دیگه بزنیم. توی کالر اسکیمی که انتخاب کردین اینجا تم‌های مختلفی برای شما میاره، میتونید هر کدوم رو که دوست دارید استفاده کنید. من از دراکولا استفاده میکنم معمولا. شما بسته به خودتون میتونید مثلا این لایته، مثلا برنامه‌نویسی هست که از لایت هم استفاده کنه، مثلا این لایتشه. خب چرا نصفش لایت شد نصفش نه؟ کلاسیک لایت عجیبه. مثلا گیت هاب رو انتخاب کنیم، من اپلای بزنم ببینم چه جوری میشه. ببینید کلا سفید شد یا ابوالفضل. سریع برگردیم رو دراکولا تا اصاب به هم نریخته. خب بچه این هم بخش تم هاشه، شما میتونید استفاده کنید. حالا اینجا شخصی سازی میتونید بکنید. ببینید مربوط به نمیدونم فونت فلان بهمان، همه این کارا رو میتونید از اینجا انجام بدید. ما خیلی کار نداریم، در حد همین که شما حالا بیاین
توی ادیتورتون و برید توی قسمت کالر اسکیم و اونجا تم مورد نظرتون رو انتخاب کنید کافیه. فقط یه نکته دیگه هم داره. ببینید اینجا من اگر بخوام زوم کنم، یعنی این متن رو زوم کنم کوچیک بزرگ کنم، نمیشه. برای اینکه این گزینه رو فعال کنم باید بیام توی همون ستینگی که دارم و اینجا توی ادیتور توی بخش همون جنرالم اینجا یه گزینه داره. ببینید همین اولین گزینه است برای من آورده، گفته که change font size with control به علاوه حالا ماوس. من این رو میزنم، اوکی رو هم میزنم. الان میتونم با کلید کنترل و اون غلطکی که ماوس داره این رو زوم کنم یا زوم اوت کنم. ببینید زوم این زوم اوت، خیلی راحت میتونم این رو تنظیم کنم صفحش رو. پس باید اون گزینه رو تیک میذارید که این قابلیت زوم رو بتونید ازش استفاده کنید. پس این در مورد افزونه هامون، این در مورد زوم و تمی که میتونیم تو اینجا استفاده کنیم. بچه هر کدوم از این گزینه هایی که حالا توی این بالا تب بالایی هست مثلا بخواین استفاده کنین، اکثرشون کلید میانبرش جلوش نوشته شده و شما حتما وقتی که میخواین اینجا یه کاری رو انجام بدید کلید میانبری که روبرش نوشته شده رو نگاه کنید که هر موقع دوست داشتین استفاده کنین ازش استفاده کنین. و دیگه چه جمله‌ای مثل جواد خیابانی، هر موقع دوست دارین ازش استفاده کنین استفاده کنین. به هر حال به جای اینکه هر بار برین از اینجا کلی بچرخین گزینه رو پیدا کنید، میتونین از اون کلید میانبری که داره استفاده کنی. خب و من چند تا از اون کلید میانبرهای خیلی مهمی که خودم استفاده میکنم و قطعا به دردتون میخوره رو اینجا میگم. خیلی خیلی کاربردی هستم و حتما هم به دردتون میخورن. با سرچ شروع میکنیم. شما با زدن کلید کنترل و F، اوکی، کنترل و F میتونید توی این فایلی که هستین اون کار سرچتون رو انجام بدید. ببینید من کنترل F رو اینجا میزنم، خب برام یه قسمتی باز میشه که میتونم کلمه مورد نظرم رو سرچ کنم. از اینجا هم میتونم ببندمش. کنترل F رو میزنم باز میشه. مثلا اینجا ما حالا چند تا خط مختلف داشته باشیم. مثلا اینجا می‌نویسم محمد. خب ببینید مثلا من میخوام دی رو سرچ کنم. خب اینجا برام میگه که 3 تا در واقع پیدا کرده. با این فلش های بالا پایین میتونم بچرخم. حالا کاش اینجا هم داشتیم که راحت تر میتونستیم ببینید. مثلا الان 4 تا شد. میتونم اینجا بچرخم بین اون مواردی که پیدا کرده. اینجا هم یه سری گزینه ها داریم. مثلا این رو بزنم فقط اونهایی که دی هستن، یعنی دقیقاً همون چیزی که اینجا نوشتم رو پیدا میکنه. میبینید؟ خب حالا مثلا این گزینه رو هم دارم که به بزرگی کوچیکی حروف هم حساسیت پیدا میکنه. ببینید الان کلا یه دونه دی پیدا کرده چون این حرف بزرگه. الان این رو بردارم 2 تا پیدا میکنه. این رو هم بردارم همش رو پیدا میکنه. 4 هست 4 و خیلی راحت اینجا میتونم سرچم رو انجام بدم. همونطور که اینجا کنترل F دارم یه دونه هم کنترل R دارم. خب این چیکار میکنه؟ شبیه همون سرچه ولی ریپلیس داره. یعنی من میتونم مثلا دی رو با F جایگزین کنم یا هر چیزی که خودم دوست دارم. کافیه بزنم همینی که الان پیدا کرده. ببینید اینجا میتونم بگم همینی که الان پیدا کرده رو فقط جایگزین کنه کردفت، یعنی که بگم همه رو جایگزین کنه، همه رو جایگزین میکنه. پس این از کاربرد کنترل F و در واقع کنترل R. کنترل R هم که دیگه مشخصه دیگه، کنترل و آری که اینجا داریم. اگر شما بخواید یه سرچ کلی تری داشته باشین میتونین از این گزینه استفاده کنین یا 2 بار شیفت رو بزنین. برای شما یه گزینه میاره که میتونید توی بخش‌های مختلف سرچتون رو انجام بدید و توی مثلا همه فایل هاتون این کار رو انجام بدید. به هر حال این هم ممکنه که به دردتون بخوره. من خیلی کم پیش میاد که ازش استفاده کنم. معمولا با همین کنترل F داخل خود اون فایلم معمولا میایم و سرچ میکنیم. خب بچه‌ها احتمالاً چند تا خط داشته باشین. خب مثلا این هم تبدیل کنیم به یه دستور درست حسابی تر. من چند تا اینجا دستور بنویسم بچه‌ها. شما خیلی کاری نداشته باشین که این دستورات چی هستن. من فقط برای اینکه بتونیم میانبرها رو بهتر بهتون نشون بدیم یه چند تا الکی اینجا دستور می‌نویسم. و خب این هم بیام دوباره پایینش یه دستور دیگه بنویسم. این هم یه دستور دیگه. اینجا هم یه پرینت بنویسم و کاری با این نداریم فعلا. بیایم پایین تر مثلا می نویسم نمیدونم def f
خب بچه من یه سری دستورات اینجا نوشتم که حالا گفتم کاری خیلی نداریم که این دستورات چی هستن. کجا رفت؟ اینجا. خیلی کاری نداریم که این دستورات چی هستن، فقط صرفا نوشتیم که ببینیم قضیه از چه قراره و چند تا میانبر رو بتونیم تست کنیم. یکی از این میانبرهایی که خیلی به دردمون میخوره کنترل شیفت و در واقع اون جهت‌های ما هستن، یعنی کنترل شیفت و این جهت‌های بالا پایین. خب کنترل شیفت و این جهت‌های بالا پایین، هم بالا پایینش به دردمون میخوره هم چپ و راستش. حالا ببینیم چی کار میکنه. مثلا من میخوام یه تیکه کد رو جابجا کنم، یعنی اینجا کافیه کنترل شیفت رو بزنم. حالا ببینید خطا در واقع بین خطوط جابجا میکنم، هر جایی که خودم دوست دارم میتونم این رو ببرم. میبینید؟ خب این یکی از کاربردهایی که کنترل شیفت و جهت‌های بالا پایین داره. حالا شاید بگی که کنترل شیفت و اینور اونور هم به چه درد میخوره؟ برای سلکت کردن. ببینید مثلا من میخوام یه تیکه از متن رو سلکت کنم، با کنترل شیفت و جهت‌های چپ و راست میتونم اینها رو سلکت کنم، حالا هر کاری بعدش میخوام انجام بدم، مثلا کپی کنم، فلان کنم. این هم خیلی قطعا به دردم میخوره. بچا این قسمتی که اینجا مثلا وقتی من جلوتر می‌نویسم رنگی رنگی میکنه به خاطر اون پلاگینی که من نصب کردم. خب ممکنه یه سری از افراد این اذیتشون کنه و خوششون نیاد از این در واقع این رنگی که میندازه پشت مثلا دندانه ها. میتونید این پلاگین رو برای خودتون غیر فعال کنید. مثلا من میام اینجا این رنگین کمونی که مربوط به دندانه هام بود رو برمیدارم و خب احتمالاً باید ریستارت کنیم که این برای ما کار کنه. خب اوکیشو نزده بودم بچه ها، اوکیشو میزنم که از من ریستارت بخواد و خب ریستارت هم نخواست دیگه. اینا رفتم. میبینید این واسه این بود. این پلاگین ها اگر اذیتتون میکنه میتونید اون رو نصب نکنید که من خودم یه ذره حساسم نسبت بهش. بعد این هم پس شد کنترل شیفت و جهت هامون که میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا شاید شما بخواید مثلا توی چند تا خط همزمان یه چیزی بنویسین با نگه داشتن آلت. خب با نگه داشتن آلت، این آلتی که اینجا داریم، شما میتونید چند تا کرسر داشته باشید. من آلت رو نگه میدارم اینجا، اینجا مثلا و اینجا و اینجا و اینجا. مثلا البته این خیلی بد افتاد جاش. ببینید خیلی راحت من الان چند جای مختلف این کرسرم رو، این چیزی که میاد میره رو دارم و خیلی راحت میتونم همزمان همشون تایپ کنم. یا مثلا با همون کلید میانبرهایی که بهتون یاد دادم کنترل شیفت و جهت ها یه سری قسمت ها رو سلکت کنم که این کلمه به کلمه سلکت میکنه و مثلا پاک کنم. خب پس از این هم میتونیم به این شکل استفاده کنیم. شد چی شد؟ آلت و در واقع این آلت و حالا موسم رو هر جایی که کلیک کنم اون برای من به صورت همزمان اون رو میاره. یه گزینه خیلی جذاب داره، یعنی مثلا من روی این راست کلیک میکنم، میام اینجا رفلکتور رو انتخاب میکنم، رینیم رو میزنم. کاری که میکنه اینه مثلا خب من ممکنه از این ماژولم توی فایل‌های مختلفی استفاده کرده باشم، با اون گزینه وقتی اسمش رو تغییر میدم تو همه فایل ها میاد عوض میشه. خب خودکار، به صورت خودکار. یا مثلا توی حالا فایل ها هم همینجوریه، یه کلاس یه تابع چیزی دارم، مثلا میام عوض کنم هر جایی که از اون استفاده شده. خب هر جایی که از اون استفاده شده مثلا اینجا رینیم میکنم، اف رو میکنم مثلا بی. اوکی، وقتی این رو انجام دادم تو همه فایل‌هام که از اون استفاده شده بود اسمش عوض میشه. این خیلی جذابه برای من و قطعا بعدا میبینید که چقدر به درد شما هم میخوره، مخصوصا وقتی که حالا با جنگو و اینجور چیزا کار میکنید و یه دونه ماژول دارید تو کلی صفحه در واقع آورده شده. یک کلید میانبر داریم بچه‌ها، کنترل آلت ال برای مرتب کردن هستش. کنترل آلت و ال. بعضی جاها مثلا ممکنه من یه سری چه بگم حالا داده هایی بنویسم که خیلی مرتب نباشن، مثلا یه فاصله های خیلی خوبی با هم نداشته باشم. مثلا اون چیزایی که می‌نویسم ببینید مثلا اینجا مساوی رو می‌نویسم، با کنترل در واقع آلت ال میتونید این رو مرتب سازی کنید. کنترل آلت ال این رو میزنم، ببینید به چه شکلی در آورد. اینا رو حالا مرتب سازی کرد. شاید هم خیلی برای ما مورد پسند نباشه ولی به هر حال بر اساس اون در واقع دیفالت هایی که خودش داره این کار رو برای ما انجام میده. میتونید از این کلید میانبر هم استفاده کنید. یه کار خیلی خفن تره. ببینید توی پایتون ما خواهیم داشت که مثلا اینجوری لول به لول میایم پایینتر، دندونه داریم میایم پایینتر. خب بعضی وقتا شما میخواین از اون لول پایینی مثلا شروع کنین، سلکت کنین برین تا لول های بالاتر. مثلا حالا بذارید این رو چند تا دیگه داشته باشیم، مثلا از این میخواین شروع کنین به سلکت کردن و برید بالاتر. من از همینجا با کنترل دبلیو میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید یه بار کنترل دبلیو رو زدم این شد، دوباره کنترل دبلیو، کنترل دبلیو، کنترل دبلیو، همینجوری لول به لول میره بالاتر تا اینکه همش رو سلکت کنه. یعنی از همینجا میتونید شروع کنید و یکی یکی سلکت کنید برید به مراحل بالاتر. این هم قطعا به دردتون میخوره. بعدن حالا میبینید چرا میگم
و این هم خیلی مهمه، در واقع خیلی کاربردیه. بعضی وقتا شما یه خطی دارین میخوای عیناً همون تکرار بشه توی در واقع زیر همون خطه، مثلا همین خطی که من دارم کافیه یه کنترل دی بزنی، یه کنترل دی، کنترل و دی رو بزنی. قبلی بچه ها کنترل دبلیو بود، یعنی کنترل و دبلیو، این هم کنترل دی هستش. خب ببینید من کنترل دی رو میزنم، هر چند بار که بزنم دقیقاً عین همون خط رو برام پایینش میاره. حالا میتونه چند تا خط هم باشه، فقط مشکلی که داره اینه که پشت سر اون میندازه، باید حواسمون به این باشه. مثلا من اینجا کنترل دی رو میزنم، چند تا پس پشت سر هم برای من میندازه. اینم یکی از کلید میانبرهای خیلی کاربردی هست که میتونید استفاده کنید. خب بچه‌ها یه سری قواعدی توی نوشتن داریم، این که مثلا چند تا فاصله داشته باشیم، مثلا بعد از مساوی، بعد از نوشتن اسم فلان چیز. اینجا ببینید مثلا من میام فاصله اضافی میدم، اینجا یه خطچینی برام میکشه که یعنی این خیلی درست نیستش. میتونم اینها رو با یه کلید میانبری بذارم خودکار اصلاح کنه. البته تأثیری تو اجرای برنامه‌ام نداره ها، یعنی من همین رو الان اجرا کنم قطعا برای من اجرا میشه، هیچ مشکلی هم نداره. خب ولی برای اینکه این رو اصلاح کنم میتونم از کلید میانبر کنترل آلت و ال استفاده کنم، یعنی کلید میانبرهای کنترل آلت و ال. اوکی، حالا بیایم ببینیم چجوری این کار رو انجام میده برای ما. میزنم کنترل آلت و ال، میبینید که خودکار اومد اون رو درست کرد برای من. کنترل آلت ال و این خیلی به دردم میخوره. هر جایی که لازم باشه مثلا یه اشتباهی نوشتیم، البته گفتم تأثیری تو اجرا نداره، ولی برای اینکه قشنگتر بشه کافیه کنترل آلت و ال رو بزنید که اونها رو خودکار براتون بیاد و اصلاح کنه. ما یه کامنتی داریم بعداً میخونیم کامنت چیه. مثلا میخوایم اینها این قسمت، دیدید که مثلا حالا شما حتی با اینکه نمیدونید این قسمت برای چیه، میبینید که اینجا تو خروجی برام یه تعداد آ رو چاپ میکنه. بعضی وقتا شما میخواین یه قسمتی تأثیری تو کد نداشته باشه کامنت کنید، به قول خودمون میتونید از کلید میانبر کنترل و اسلش استفاده کنید، یعنی کلید میانبر کنترل و اسلشی که اینجا وجود داره، کنترل اسلش. دوباره برای در آوردن از کامنت هم همون کنترل اسلش رو بزنید در میاد. خب پس کنترل اسلش برای کامنت کردن و کنترل اسلش برای در آوردن از کامنت. در مورد کامنت هم توی جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد، اینجا گفتیم میانبرش رو بهتون بگیم. خب بچه‌ها ادامه کلید میانبرها رو توی ویدیو بعدی بهتون میگم. فعلا خدا نگهدار.